بسم الله الرحمن الرحیم. ای بندگان، پروردگار رحمان الرحیم است. پروردگارمان همیشه گسترده مهر و محبت و مهربانی بر ما و شما بود و هست. اما در ماه رمضان رحمتش گسترده تر می گردد. درهای رحمتش را تا آخرین حد برای ما و شما بندگان گناهگار باز می کند. بهشتش را می آراید، زیبا می سازد. درهای دوزخش را می بندد. شیطان را که از من و تو استفاده برده ما را وسوسه می کند به زنجیر می کشد. این همه برای آن است که من و تو زیر چتر رحمت و مغفرتش قرار بگیریم. رحمتش را چنان فراوان می کند که پیامبرمان درود و سلام الله بر او باد می فرمایند: مرحوم کسی است که در این ماه از رحمت پروردگار بی بهره بماند. پس بیایید با روح و روان و ایمان و احتساب به استقبال رحمت و مغفرت پروردگارمان باقی مانده این ماه مبارک را سپری کنیم و این ماه را به راز و نیاز و مناجات با آفریدگار مهربانمان اختصاص بدهیم. ای پروردگار مهربانم، من بیش از پیش نیازمند و محتاج و خواستار رحمتی بیکران و بی پایان تو ام. برای نافرمانی کردن از امرهای تو به سوی تو پناه میبرم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.